هر کسی میتونه کیک درست کنه، اما این کیک سه شیر هل زعفرون مرز بین دسر و یه شاهکاره. رسیپی با شناسنامه کاملا ایرانی. برای درست کردنش هم کافیه تخم مرغ رو با شکر و هل سابیده بزنید تا کاملا کرمی و کشدار بشه. برای درست کردن این کیک از طریق همزن دستگاه سکاره تکنو استفاده کردم که قدرتش در حد حرفه‌ای بدون اینکه دستت خسته بشه. حالا نوبت اضافه کردن شیر و زعفرونه و در نهایت مخلوط مواد خشک. مایه کیک رو داخل قالب ریختم و گذاشتم توی فرد و بپزه. بعد از اینکه کیک پخت از قالب درآوردم، کاغذ روغنی رو ازش جدا کردم و دوباره به صورت برعکس داخل قالب گذاشتم. چند تا سوراخ روش ایجاد کردم. نوبت درست کردن مخلوط سه شیره که با سری بلندر تکنو توی چند ثانیه بی‌نقص و یک دست درستش کردم. استفاده از دستگاه همه کاره تکنو اینه که توی فضا و زمان و هزینه‌هات واقعا صرفه‌جویی میشه. نهایتاً خامه قنادی رو فرم دادم، روی کیک ریختم، صافش کردم و با پودر پسته تزیینش کردم. تمام. این پایین بنویس زعفرون تا رسیپی این کیک بهشتی رو برات خیلی سریع ارسال کنم. که همراه همین نوش جونه.